این وصل را هجران مکن. از کارمندان رادیو و سیمای جمهوری خواهش میکنم که از امروز مردم تاجیک را به گروه ها، گروه سیاهکار، گروه خونخوار، کافران و دیگر منع کرده شود. در ردیف طله‌های سربلند کشورم بر فلک امروز کوهی دیگر سر میکشد. کوه راغون است که آن با همت خلق بزرگ جلوه نور به سوی ماه و اختر میکشد. گواراتر از این صدای نمی رسد این لحظه به گوش ما، بلکه در اقصای عالم فورانتر صدای نخواهد بود از صدای اوج کار مردان میدان ننگ و ناموس ملت، گهواره تخت و بخت فرزندان دیار، ابتدای عملی شدن آرزوهای اسرارهای اثر در قفس سینه پرورده خلق جبر تاریخ کشیده، مزرعه همت و جسارت پهلوان مردان میدانخواه، کفشرگران محبتی در سینه پروریده پدر و بابایان این نسل خوشبخت که هر روز و هر ساعت و حتی لحظه به لحظه روشن‌تر می شود کار و عملشان. پیوندگری محبت پاشخورده کاسه مهر و محبت همسایگی و از همه مهمش صداقت و باوری به آینده رخشان و زیبای دیار و نسل آینده کشور که روانمان را نیز روشن‌تر گرداندن دارد. اوج کارهای سازندگی و بنیادگذاری در کاخ نور دنیا را در پیش نظر ما زیباتر و زندگی را گواراتر و شیرینتر گردانده ایستاده است و باوری و اعتقادمان را در سال بسیار عزیز و گرامی به آینده رخشان این سرزمین بهشت‌آسا قوی‌تر می‌سازد و قوه دست و بازو و روح و تنمان را علنگه تازه می‌بخشد. افتخار از استقلالیت را اوج تازه کارهای سازندگی در میدان حرب و ضرب بیشتر می‌گرداند در نهادمان. اصلاً محبت پرسوزی وطنداری و میهن پرستی باید در ردیف چنین سازندگی‌ها اساسناک کرده شود که بی‌شبهه سرچشمه از استقلال دارد. ما از با تشبث و دستگیری و سیاستی خردمندانه و سازنده و بنیادگذارانه رهبر کشور این نیروگاه عظیم باز هم وسعتی تازه می‌گیرد. مردم از تمام گوشه و کنار جمهوری چی بدخشان و زرافشان، ختلان و حصار و هم جمع آمده زیر لوای وحدت دوستی و هم فعالانه محنت می‌نمایند. باوری دارم که نیروگاه برقی آبی راغون با استفاده سپرده شود در هر یک خاندان مردم تاجیکستان نوری رحمانی دیده می شود. محبت آسمان و ستاره ها، ماه و خورشید، زمین و کائنات بزرگ هم این سال براغون از اندازه بیرون است. خود طبیعت افسونکار هم در سال افتخاری به این مخزن نور محبتی خاصه دارد. در تل و تپه و کوه پشته و مرز و بوم راغون روز در میان فیض و سخا می‌ریزد. تل و تپه ها
هنوز هم سبز پوشند. پایانداز مخملین مهر و محبت طبیعت نیز انتظار اوج کار و سازندگی های تازه است و آماده با آغوش گرفتن دوستان دور و نزدیک، خیرخواهان آبادی و روشنگرایی تاجیک و تاجیکستان. الحال تمام عالم توجه دارد بر آغون و اکثر آنها با نگاه پر از مهر و محبت انتظار هر چه زودتر عملی گشتن این طرح تقدیر سازند که آن نه تنها خانه و در تاجیک را روشن و منور می سازد، بلکه امکان فراهم می آورد که آسیای مرکزی و افغانستان و پاکستان هم رشد کنند. کل اطرافیان خیرخواه را خرسند گرداندن دارد این طرح سازنده بنیادگذار که میوه‌اش روشنی و زیبایی است، آزادی و آبادی است، سازندگی و بنیادگذاری است، کفشیرگری و محبت سازی است و به شبهه آن را وحدت سرتاسری و استقلالیت کامل دولتی رنگ و جلوه تازه بخشیدن دارد و مهر و محبت همدیاران و باوری و اعتقادمان را برای سازندگی ها مکمل ساختن. امروز با بنیاد این مخزن نور تاجیک بار دیگر اثبات کرده ایستاده است که ریشه کینه و کدورت را با آتش مهر و محبت در سینه سنگ ساختن دارد تا نشان دهد که در نهادش غیر از روشنی و گرمی چیز دیگر خاصه سیاهی و سردی راه نخواهد یافت. آخر ما دوام دهندگان اندیشه های علامه های چون میر سید علی حمدانیم که گویا محض سر همین طرح تقدیرساز سروده: هر که ما را یاد کرد ایزید مرا را یاد داد، هر که ما را خوار کرد از عمر برخوردار باد، هر که اندر راه ما خار فکند از دشمنی، هر گل کز باغ وصلش بشکفد بیخار باد. در دو عالم نیست ما را با کسی گرد و غبار، در دو عالم نیست ما را با کسی گرد و غبار، هر که ما را رنجه دارد راحتش بسیار باد. ولی اقرار باید شد که تا به این روز رسیدن آسان نبود. بیایید همراه به یاد بیاریم.
вақти истиқлолият пеш омаду озодии комил насибамон гашт, душманони дохилу хориҷии миллат безобита шуданду ба сари миллати азияткашидаи мо боз як балои навбатӣ ҷанги хонумонсӯзро таҳмил карданд, ки беш аз 5 сол диёри кӯчаку зебои мо дар қурраи оташ қарор гирифту ба ҳар хонадони тоҷик роҳ ёфт. ин алангаи оташи кинабарандӯз. من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد. من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. дар ҳалқаи оташи балод дар кардем фармудаи мавлонои бузургвор. аммо касеро шунидану фаҳмидан намехост дар он шароит. ҳатто фиғони фарзандони фарзонаи миллат ба гӯши раҳгумзадагони миллати олинажод намерасид. این بهار از یاله ها خون می چکد، از نگاهی لاله ها خون می چکد، از دو چشمی طفلکانی بیگناه از دلی 100 ساله ها خون می چکد. این بهاران خون چکد از خامه ها، بوی خون آید ز سطر نامه ها. این بهار از نوده ها خون می چکد، خونی پاک و خونی گلگون می چکد. خونی کی؟ خونی برادر، خونی ما، خونی اولادی فریدون می چکد. تاجیکستان غرق در خون بی نمد، ماتمی و زار و محزون بی نمد. آرزو دارم بهارانی دیگر، از لباسی غوسه بیرون بی نمد. дарахти кина ву кудурат то ба дараҷаи сахт реша давонда атрофиёнро печонда гирифта буд, ки ҳатто шоири рӯзгордидаву маҳбуби тоҷик Ашур Сафаро раҳгум андохт, ба кунҷи яъсу наумедӣ кашид. як бори дигар ханда ба лаб мешуда бошад. дар кишвари ғам базму тараб мешуда бошад. фарзанд ки бар ҷони падар теғ кашида, бар хок зани теғи ғазаб мешуда бошад. бар куштани фарзанд падар низ занад даст, дар байн суоле зи насаб мешуда бошад. гӯё он ҷанги таҳмилии хонабарандоз анҷом надошт. дару девори диёр, сангу чӯби кишвар ба фиғон омада буд аз хуни ноҳақ рехтанҳо. чунин ба назар мерасид ояндаи диёру фарзандонаш қурхонаи ҳамешагиянд. то имрӯз фиғони нолаи ҷигарсӯзи шоири ғамбемори миллат Саидҷон Ҳакимзода аз гӯши шоҳидон зудуда нагаштааст. гӯё ҳоло ҳам дар баробари шоири дардошно гури шаҳидон садо медиҳад, нола мекунад, илтиҷо менамояд, ки наслҳои бадӣ хатои насли охири асри 20ро такрор накунанд ва илтиҷо менамоянд, ки оҳ аз лолаи пажмурдаи боғу чаманам, оҳ аз 100 тани печидаи гулгун кафанам, оҳ аз ҷанги бародаркушии ҳамватанон. ҳамчунон буғма бишуд талх шакар дар даҳанам.
اوه از گریه طفلان پدر گم کرده، سوخت مغز به مغز، آب شده جان و تنم. داد صد داد ز تیغی که بود تشنه خون، با کدامین غم و دردی تو بنالم وطنم. هر قدر روز سیاهی تو کشیدم فریاد، چی کنم که نرسیدند به قدر سخنم. تاجیکستان سر جان کندن هر فرزندت، تا قیامت من نیم کشته چی طور جان نکنم. تاجیکستان تو گناهگار نی، چو فرزند به همه فاجعه های تو گناهگار منم. به غمخانه مبدل گشته بود تاجیکستانی عزیزمون و فرزندانش رهگم بودند و پریشان. اکثریت در دیار خیش به گریزه تبدیل یافته بود. گریزه از غضب کینه برادر و خیش. گویا استخوان‌های خواجه حافظ از قهر عصرها از نو به فریاد آمدند. این چه شوریست که در دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. در 2-3 سال استقلالیت خواهی و اول استقلالیت همه چهره های شناخته عالم سیاست دیار به نوبت سر قدرت آمدند. اما حال تاجیک و تاجیکستان روز به روز بد شد که بهنه. بهوده نمیگویند که در کدام ملک پادشاه گردش می شود در آن دیار خیر و سخاوت نمی ماند. خلق قشاق و ملک رو به خرابی می آورد. ولی از تقدیر جای گریز نیست. خلق به راهبرو، ملک باید به سرابان نباشد. هر روزی که خلق راهبر حقیقی ندارد، پیشوا ندارد، رهگم است. خشک و تر تاجیکستان در آتش جهالت و کینه و کدورت فرزندانش می سوخت و هر یک ساکن جمهوری در کرسی راهبر اول دولت قربانی نوبتی را می دید. گمان می کنم سخنگویی نماینده خلق در شورای عالی اصل‌الدین صاحب نظر را کل ساکنان برکمال دیار سال 1992 در جلسه تاریخی دیار خوب در خاطر دارند. رنگ همه آدنا مجلس بریم باید میکنیم و در بعد فقط پشیمان میشیم. یک بار یک فکر کنید تا کم بین خودتون مصلحت کنید کی را پیشنهاد میکنید، کی را وای میکنید. من گفتم که من شخصا شاد روشن گفتم که من رفتم دیگر صبر و زارم کنم نمیدارم. بله، آن شب و روز صاحب منصب آن طرف ایستاد. اکثر نمایندگان خلق جرأتی به پایتخت مملکت سفر کردن نداشتند. سبب در شهر باستانی خوجند برگزار گشتن سسیه 16 شورای عالی هم محض همین بود. ولی خوشبختانه به همه مشکلات نگاه نکرده یافت شد فرزند سرسپرده ملت که جانش را روی کف گرفت و با همه درک مسئولیت این وظیفه در آن لحظه های حساس سنگین را به عهده گرفت. سیمای حقیقی تاجیکی قربانی نوبتی، عاقبتش را خدا به خیر بیارد. خاموش کنی بینیم چی میگویند. و این سوال طبیعی هم بود. آخر او چهره نو بود در میدان سیاست و نهایت جوان هم. و لحظه سر منبر برآمدن او همه گوش و هوش بود در سراسر تاجیکستان. خوشبختانه سخن اولین و قدم نخستینش باوری بخش و با جرأت برآمد و در دل ساکنان تاجیکستان نور امید برق زد.
اگر همه ما آینده ملت، آینده دولت تاجیک را داشته باشیم، یک بار دیگر به گذشته صلوات کنیم. از این روز همه ما یار و برادر و در برآمدهای خودمان نام کلابی و نام بدخشانی و نام قرمی و نام حصاری را گرد زبان نگیریم. از کارمندان رادیو و سیمای جمهوری خواهش میکنم که از امروز مردم تاجیک را به گروه ها، گروه سیاهکار، گروه خونخوار، کافران و دیگر منع کرده شود. و به قسمش صادق ماند و اطرافیان باور کردند به او، چون که رفتار و گفتار و کردارش باوری بخش و قاطعانه بود. با مشکلات زیاد باشد هم صلح برقرار گشت در تاجیکستان و جهان تاجیکستان را چون دولت صاحب استقلال اعتراف کرد. تقدیر مدد کرد و این مرد نیت بخیر به پی قدم برآمد و خوشبختانه باز دولت در سیمای او به سر تاجیک نشست. یعنی زندگی خرمانه امروزه، تنجی و آرامی کل، امنیت سرتاسری هم تو آسان به دست نآمده است. در عرفه ایدی برایمان بسیار عزیز و مقدس یک مراتبه دیگر به خاطر بیاریم سفرهای پی در پی سرور دولت را به نقطه های داغ، به مملکت های دور و نزدیک چون افغانستان و ایران و روسیه و قزاقستان، امریکا و عربستان که به خاطر به هم آوردن همدیاران، به خاطر صلح و آرامی کشور و یک پارچگی دیارمان انجام داده می شد. اکنون هر سری قدم از درگاه آفریدگار التجا میکنیم که ای خدا این وصل را هجران مکن. این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن. باغ جان را تازه و سرسبز دار، قصد این مستان و این بوستان مکن. چون خزان بر شاخ و برگ دیل مزن، خلق را مسکین سرگردان مکن. جمع و شمع خویش را بر هم مزن، دشمنان را کور کن شادان مکن. کعبه اقبال این خلق است بس، کعبه امید را ویران مکن.
نیست در عالم ز هجران تلختری هرچی خواهی کن لیکن آن مکن ای خدا این وصل را هجران مکن. ҳазорҳо маротиба исбот шуда ки инсон аз омадшуди олам ду боигарии асосӣ дорад: тинҷӣ яъне амнияти сартосарӣ ва саломатӣ. ва мутаассифона вақте ба қадри ин неъмати худодода мерасад ки онро аз даст дода. акнун барои насли мо ин афсона нест. бо ду чашми сарамон дида, дар гӯшту пӯстамон таҷриба карда, аз байни обу оташ гузаштему беҳтарин фарзандонамонро аз даст додем. хонаи ободамон ба вайрона табдил ёфту аз даҳшати ҳамдигарӣ ба гуреза табдил ёфтем. имрӯз бошад бояд ба қадри ин тинҷиву ободӣ ва озодӣ бирасем. охир бинед ки аз ҳамон рӯзҳои даҳшатангези ҷанги таҳмилии хонабарандоз чӣ мерос монда. баъди гузашти 20 сол низ ин дару девор фиғон дорад. аз даҳшати бароданони пеши чашмонашонро хун гирифта беовоз нола мекунанд ки дили санги хороро низ хуншор месозад. гунги модарзодро ҳам ба сухан гуфтан маҷбур мекунад. қуввати рой он аст ки дахли фардо имрӯз бикорад ва кори имрӯз ба фардо нагузорад. бале, ин роҳи нур аст. нуре ки моро ба қуллаҳо ҳидоят мекунад, ба муроду мақсад мерасонад, ба хушбахтӣ мебарад, рушди мӯътадили диёрамонро таъмин мекунад, барои зиндагии шоистаи имрӯзу фардои фарзандони сарзамин заминаи боэътимоди хӯрамонаро ба вуҷуд меорад ва орзуи ҳамешагии фарзандони фарзонаи диёрро ҷомаи амал мепӯшонад. бемуҳобот хонаи умеду орзуямонро ба таври ҳамешагӣ рӯшану мунаввар мегардонад. барҳақ ин нури бахти мост, нури абадии ободсозӣ, озодгардониҳост. офтобест дар орзуи мавлавии дардошно ки имрӯз муноҷоташ бо ҷасорату мавридшиносӣ ва хиради азалии сарвари давлатамон эмомалӣ раҳмон рӯи кор омада. дар радифи қуллаҳои сарбаланди кишварам
بر فلک امروز کوهی دیگری سر میکشد. کوه راغون است کان با همت خلقی بزرگ جلوه نور به سوی ماه و اختر میکشد. همچو فردوسی به نظم و زور تن فرهادوار آنچنان هم برافروزیم کاخ بیگزند تا بیافروزد به گردون قد ناب نور ما تا شود آن کاخ نوری بینظیر و دلپسند. پس بیا ای هموطن از چند تن یک ما شویم، خلق و ملت‌های کشور یک دل و یک جا شویم. هست راغون کارزاری ناموس و ننگی وطن، این وطن پر نور سازیم، نور بر دنیا شویم. آب آتش می شود از قدرت مردان کار، آتش از آب خیزد نور کوهستان شود. هرچی اسماعیل ثانی گفت در دوران ما، نکته نکته گفته او با سر و سامان شود. استقلالیت واقعی تاجیکستان را به بنیاد نیروگاه راغون تأمین کردن امری محال است. با اطمینان کامل می توان گفت که در آینده نزدیک در صورت بنیاد گردیدن نیروگاه برق آبی راغون و دیگر انشاءات گیدرو انرژتیکی، تاجیکستان و کل کشورهای منطقه منفعت زیاد خواهند دید. اطمینان کامل داریم که با شرافت زحمت صادقانه و صافدلانه شما متخصصان و ساختمانچیان نیروگاه برق آبی راغون در مهلت مقرر شده به کار درآمده تاجیکستان صاحب اختیار ما را از لحاظ انرژتیکی صاحب استقلال می‌گرداند و مشکلات امروزه مردم شریف کشورمان پرراه برطرف می‌شود. دانسته باشد که نجات دهنده اقتصادیات و معنویات ملت تاجیک تنها خود ماییم. در این راه بجز خداوند کسی دیگر ما را بی‌غرضانه دستگیری نخواهد کرد. از ازل بخت تاجیک در این موضع از پشت شانه‌های راغون طلوع داشت، اما این را نادیده می‌گرفتیم. هر روز روشنایی خورشید عالم را محض از پس کوه‌های شرقی دیار گویا از شانه‌های راغون سر بالا کرده وادی زرخیز حصار و پایتخت کشور را روشن و منور می‌سازد و در و دیار و چشم و روحمان را نیز نور و صفا می بخشد. این چون رمز در تقدیر تاجیک از جانب آفریدگار پیشنهاد گشته که محض در زمان صاحب استقلالی کشور به ماهیت آن سرفهم رفتیم. تا این وقت گویا ساکنان این دیار زرخیز به سحر و جادوی گرفتار بودند که همین عطای آفریدگاری را گویا احساس نمی کردند. حتی موردهایی بود که برای پیش راه آن را بستن کوشش هم داشتند، ولی امروز با پای قدم راهبر دولت جسارت و مورد شناسی و ذوق و سلیقه خداداده پیشوای واقعی ملت
президенти кишвар бошандагони ин сарзамини афсонавӣ аз ин ҳикмати бузург хулосаи даркорӣ бароварданду барои амалӣ гаштани ин тарҳи тақдирсози миллат гирди пешвои худ ва андешаву мулоҳизаҳои ӯ муттаҳид гашта барои бунёди зиндагии шоиста бо ӯ буданашонро изҳор доштанд. بگذار تستا همی کسی ما آباد شود برای آبادی تاجیکستان خودمو چی قدره که مثال پرزیدنت محترم ما کوشش غیرت داره با ما کوشش منیم که زیادتر ایوای با زیادتر کار کنیم امیرا تستا به انجام رسونیم که برای آینده فرزندای ما نسل آینده تاجیکستان خیلی بهبودی و فایده بسیار داره که مثال گپ ایامی خواه برق چی در تاجیکستان ما یکان کمبودی نباشد. محض عملی گشتن این طرح تقدیرساز امکان به وجود می آورد که ذخیره کامل گیدروانرژیکی کشور که از روی حساب‌های عمیق علما اساسناک شده استحصال سالانه آن تا 570 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد پورا از خود کرده شود. برای همین چطور پرزیدنت کشور می‌فرماید حتی استقلالیت واقعی تاجیکستان را به بنیاد نیروگاه راغون تأمین کردن امری محال است. باید به حکیم بودن امام علی رحمان هیچ کس شک نیارد. او بزرگترین درد ملت کینه و کدورت را شفا بخشید. به جنگ خانه برانداز خانوادگی خاتمه داد. تاجیک و تاجیکستانیان را به هم آورد و به رشد اصلی دیار زمینه گذاشت. بی‌شبهه او حکیم زمان است که برکتش از داد خدا سرچشمه دارد. آن را که کلاه پادشاهی به سر است بیهوده حسد مبر که اهل نظر است. گر پادشه جهان ترحم نکند کی بنده از خاک چنین معتبر است. Sangin
آفتاب بخت خود را با دست خویش ساختن لازم. اندیشه تازه کو؟ نه، این اندیشه حضرت مولوی است. چی؟ آفتابا بار دیگر خانه را پرنور کن، دوستان را شاد گردان، دشمنان را کور کن. این فرموده به اندیشه بالا چی نسبت دارد؟ محض آفتاب ساخته خود می تواند به اختیارت باشد، نه آفتابی. یعنی گفتنی کی؟ بله، ساختمان راغون پیشنهاد حضرت مولوی بود. او خوب می دانسته است که این موضع به امیدگاه عاشقان آینده بدل خواهد گشت. چرا این را پیشتر درک نکردند؟ چون که فرزندان این سرزمین آزاد نبودند، استقلال نداشتند. نجات انسانیت در محبت است. بدبختیش نیست. به خاطر بیارفقان هلالی عصرها باز دلها را پاره می سازد. برای عشق ز منزلگه مقصود مپرس که آن مکانی است که آنجا نرسیده است کسی. این شکایت عاشق ناکام است. پس به کی و به چی اعتماد باید؟ بی شبهه به عشق. نفهمیدم. فهمیدن شرط نیست. عاشق باید شد، با عشق باید زیست. چی تا؟ راغونانه. با بنیاد راغون تاجیک بار دیگر اثبات کرده ایستاده است که ملت روشنگر قلب‌های نسل‌های و عصرها بود و اکنون کفشیرگری محبت کل انسان‌های خیرخواه زحمت پیشرو به عهده دارد. محض نیروی راغون به نیروی تکانبخش تمام ساحه‌های خواجگی خلق منطقه تبدیل خواهد یافت. راغون آتشکده مهر و محبت است که نبض منظم روشنی و گرمی و حرکت با سرعت زندگی شایسته را تأمین می‌کند. راغون افتخار و پشتیبان این قوم ریاضت کشیده می‌شود که تولیدش فقط و فقط آبادی و آزادی، خرمی و زیبایی است. روشنایش روشنی قلب‌ها، گرمیش آبادگر محبت ملت‌ها، آبانبارش شادابگر مرزهای بهمایه‌ها و قوه و نیرویش پشتیبان آرامی و آسایشگری نیت به خیران ایجادزا خواهد گشت. بله، راغون کلید فتح است و آن در دست راهبری خیرتمند و مورد شناس و دوراندیش چون سرور امروزه تاجیکان عالم، فرزند فرزانه زمان، پیشوای واقعی ملت امام علی رحمان. برحم ناتوانبینان میخند ما همه سازیم راغون را، سراسر نور باران می نماییم دشت و هامون را، فضای چرخ گردون را. درخت دوستی کشوری عالی مقام ما که استقلال نام اوست گلافشان است. لیوای وحدت خلق گوناگون ملت تاجیک چو سیمرغ سعادت در فضای تاجیکستانم پرافشان است. از این رو آمده ایام آن ای هموطن بندیم کمر از همت و از ننگ، گرفته تیشه ناموس فرهادی شکافیم سینه خرسنگ. کنیم آباد ملک خویش و زوری تن با فرهنگ، که روحی رفتگان زین شاد خواهد شد وطن آباد خواهد شد. چون آب و هوا و ما ضروری راغون، آهنگی هم از صوت و سروری راغون، میدان نبرد راد مردان وطن، پیروزی نوریان و نوری راغون، سربیت بیاز قهرمانان زمان، درسی شرف و شأن و غروری راغون، آغاز سعادت وطنداری ما از سرحد بندگی عبوری راغون، سهم من و تو دلیل وحدت باشد
بر هموطنان سفره پوری روغون، بر میلت سربلند و آگاه وطن فردای نکوی غرق نوری روغون. پیمانه ننگ شه سواران خرد با نبض وطن همیشه جوری روغون. سرچشمه افتخار و آیین وفا امید خراسان به ظهور روغون. اندر دل میهن بلند اقبالم گنجینه گنج کانی دوری روغون. دولت است کون گنجوم است تو سولت است وطن